بیا تو یه دقیقه بهت استراتژی آقای مارک فیشر رو آموزش بدم که تونست از طریق اون میلیون ها دلار سود کنه. خب بریم سراغ آموزش این استراتژی. توی تایم فریم 5 دقیقه اونسیم. فقط باید صبر کنیم تا مارکت نیویورک باز شه. سقف و کف کندل 5 دقیقه اوپن نیویورک رو علامت میزنیم. صبر میکنیم تا یکی از این نوای شکسته شه، چه به بالا چه به پایین. همونطور که میبینید اینجا رو به بالا شکسته شده و همینجا که کلوز کرده کندل وارد پوزیشن بای میشیم. استاپمون رو کجا میذاریم؟ زیر کندل 5 دقیقه اول. همونطور که میبینید اینجا ریوارد 3 رو بهمون داده. بریم روز قبلش که روز تعطیلی بوده و مارکت حجمی نداشته. روز قبلتر از اون اینجا ریوارد 1 رو بهمون داده با همون استراتژی و روز قبلتر از اونم بهمون ریوارد 3 رو داده. اگه دنبال سودی از این استراتژی باید ریوارد 1 تا 2 رو قناعت بدونی و بیشتر از اون نگیری. راستی اول از این استراتژی بک تست بگیر، بعد برو سراغ معامله. یه سری نکات ریز هم داره که توی کپشن بهت توضیح دادم.